مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که با تشبث رهبریت این وزارت در عرفه عید نوروز در شفاف بنای وزارت کارهای داخلی یارمارکه فروش محصولات خوراکواری برای کارمندان میلیسیا برگزار کرده شد. در خبر گفته می شود که این یارمارکه با مقصد حفظ اجتماعی هیئت شخصی مقامات کارهای داخلی دایر کرده شده در آن محصولات غذایی از قبیل گوشت، کارتوشک، پیاز، سبزی، برنج، تخم، ارد، روغن، ماهی و دیگر محصولات نیاز اول با نرخ‌های ارزانتر پیشکش خریداران کرده شد. تمام این محصولات خوراکی از حساب خواجگی‌های یاری رسان مقامات کارهای داخلی پیشنهاد گردیده نسبت به بازار و مرکزهای سودا نرخ آنها 30% ارزانتر به فروش گذاشته شده بود. گفته می شود در اطلاعیه وزارت کارهای داخلی در خبر گفته می شود که کارمندان میلیسیا برابریت وزارت برای چنین توجه و غمخواری اظهار سپاس کرده گفتند برگزاری یارمارکه محصولات کشاورزی برای غنی گرداندن دستارخوان ایدانه کارمندان میلیسیا مساعدت می نماید. تشکیل این یارمارکه در حالی است که روزهای آخر در پی بالا رفتن قرب دلار و یورو نرخ محصولات خوراکواری در بازارهای تاجیکستان به شدت بالا رفته است. بسیاری ها تشبث رهبریت وزارت کارهای داخلی را نمونه عبرت برای راهبران دیگر اداره و مؤسسه ها مینامند و میگویند ای کاش در جای کار آنها نیز چنین یارمارکه تشکیل میشد.